عشق چطوره اون وقت؟ عشق؟ آره نگو. بهنام جانم بوس بده. قربونت. مراسم خواستگاری یا اینها چون آره خیلی راحت انجام شده. رفتیم خونشون، ما یه دقیقه بیشینیم، اومدیم بلنشیم بریم. مادر خانمم گفت که نمیذارم برید، شام پختم و اینا. خلاصه ما رو نگه داشت. عذر میخوام، منم خب یه شلواری تنگ پوشیده بودم و از بودم. به زنم گفتم که به ننت بگو یه زیر شلواری یه چیزی برای من بیارم. خب اونم بیچاره هرچی گشته بود، نه همه برادر خانوم ها 2 متر، پدر خانوم هم همه قدا بلند زی شلواری اندازه من نداشتم. تا آخرش رفت مادر خانومم شورتی پدر خانومم آورد. حسن جان بیا. دقیقاً خارش هم همین قده. دیدمش خانومم اینا، رفتم خواستگاری، گفتم که به پدر خانومم من میتونم نصفش بگیرم؟ گفت نه همش با همه، ولی خیلی سخته، همیشه چشام در این نافشه. باختی هم داشتین تو زندگی؟ باختم با همه خانمی که خب ازدواج کردیم. یه 3-4 سال بعد مهرش گذاشت اجرا. من آقای تشکر جان. یاد گرفتم که مقصر من بودم. چطور؟ چرا از اول حقیقتا به زنم نگفتم؟ کدوم حقیقتو؟ بهش گفتم من آدامس میجوام. خب این بده؟ خب نه، چون خواستم بو سیگار ندم و دهنم بو سیگار نده.